نشو با تو خوشبختانه نشو شبی تو یک بردن کمکی زنگیره ما را بیاید بگیره در نمی رستوران توی کنن 5 وقت نماز بخوان انشاءالله رحمان همون شوهر یک روز نکنی قدر پدر مادر تا در پیش قدر انسان ها پس نکن مادر شما را به روز امید کلان کرده است الله پاک مهربان ما را به خاطر چی آفریده است به خاطر طاعت عبادت خودش نه به خاطر این کارهای بیهوده نه به خاطر خوردن و خواب کردن الله همه ما و شما را هدایت کنه روز گل با آب عاشق می شود آنقدر دوستش می دارد بر اطرافیان خوشبویی هر روز می گفت که ای آب من تو را دوست می دارم آب می گفت من هم تو را روزها می گذشت آهسته آهسته کم می شد آب کم یافت شد و دیگر هستیش را جمع کرد و گفت ای آب من تو را دوست می دارم آب گفت من هم تو را دوست می دارم 100 بار گویم آهسته آهسته گل پوچ می شد از غم و غصه پرمید شد افتید آب احوال را دید آمد طوری سرش راست ایستاد طبیب را آورد طبیب گفت که از دست من چیزی نمیآید که میمیرد سببش را پرسید که برای چی گفت به اعتبار با او آب نمیرسد از کمابی گل همسر شما است و آب شما هستید کوشش کنید نه تنها با سخن عملا تا که گل شما پوچ نشود احتیاطشان کنید ای آچه جان به خاک پایت صدقه بر پند و نصیحت و دعایت صدقه آدم ز دعا سبزد و از آب درخت بر شیوه های دعایت صدقه شاخ اگر بالا رود تا می رود خم می شود حیف عمر آدمی تا می رود کم می شود حیف عمر آدمی اول بهار آخر خزان حیف که نام شیرینت وایا چجان در جهان گم می شود حیف که نام شیرینت و چجان در جهان گم